کامیونتی که اینجا میبینید جدیدترین کامیونت سروش دیزله و اسمش EX8 هیوندای یا مایتیه. این ماشینی که اینجا دارید میبینید تا 8 تن ظرفیت داره، یعنی مجموعه خودش و باری که میتونه داشته باشه میتونه تا 8 تن باشه. ظرفیت مخزن سوختش 150 لیتره و موتوری که روش نصبه موتور 4 لیتری توربو دیزله، نزدیک 170 اسب بخوره و 410 نیوتن متر هم گشت آور داره. گیربکسش میتونه 6 سرعته دنده‌ای باشه یا 8 سرعته اتوماتیک داره. جزو فول آپشن ترین کامیونت هایی که توی بازار ایرانه، برای همین بهتره بریم توش و یه نگاهی بندازیم. شما توی یه کامیونت هستین، میخواین همینجا استراحت کنید یا برید توی جای خواب استراحت بکنید، ترمز دستی همیشه معضله. ببین این قفل کن ترمز دستی رو ببین، اینو میدی پایین اینجوری میادش پایین. این الان ترمز دستی ماشین بالاست ولی خوابیده میشه این پایین که شما راحت اینجا استراحت کنید. بخواید اینجوری میدید